سالهای آنچنانی عمر امیرالمؤمنین. فقال سلونی قبل ان تفقدونی. اولین جمله حضرت این بود که بپرسید آنچه میخواهید تا من هستم، بپرسید تا من رو از دست ندادید، بپرسید. و این رو بدانید که این جمله گوینده ندارد، یعنی این کلمه سلونی قبل ان تفقدونی یه نفر بیشتر این رو در تاریخ نگفته است. رسول خدا هم میتوانستند بگن اما نگفتن، ائمه دیگر هم میتوانستند بگن نگفتن، به کرامت و حرمت شخصیت علی ابن ابی طالب. یعنی این جامعی است که برازنده قامت علی است که بگوید سلونی قبل ان تفقدونی. یه بزرگی کتابی نوشته است، 2 جلد این کتاب، نام کتاب همین است، سلونی قبل ان تفقدونی، و اثبات همین رو اعلام می‌کند و همین مباحث رو میگوید به زیبایی در این کتاب. 2 جلد، هر جلد اون شاید 600 صفحه باشه، 500 صفحه بیشتر است و همین بحث رو مطرح می‌کند و بررسی این موضوع. فقام سعد بن سوحان، یک باره از میان جماعت سعد بن سوحان برخاست. این مرد از بزرگان است، یعنی از اون 12 کسی است که دست رو روی هم گذاردند، گفتن بالله والله تالله تا آخرین قطره خون در این بدن است، از حمایت و یاری و دفاع از پسر ابی طالب دست بر نمی‌داریم. همه هم قسم شدن، این 12 نفر شدن پیشمرگان علی ابن ابی طالب. به اینها میگن شرطة الخمیس. شرطة الخمیس، اینها شرطه ها و جنگندگان و تکاورانی بودند که از جهت نظامی هم اون قدرت والا رو داشتند، مردان توانمندی بودند که یکی از اینها سعد بن سوحان است، فداییان امیرالمؤمنین. فقال یا امیرالمؤمنین، برخاست، متی یخرج دجال. خب این نام رو میشناسند دیگه، پیامبر گفتند و توضیح دادن در مورد دجال. دجال کی برون می آید، کی ظاهر می شود؟ امام یه نگاهی کردن، فقال مل مسئول عنه باعلم من السائل. الله اکبر. ببینید انسانی که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید، متواضعانه هنگامی که حد شارعه به حد خداست لب میبندد، میگوید که من در این جهت اطلاعاتم از تو بیشتر نیست. یعنی چه؟ و مل مسئول باعلم من السائل. علم خروج دجال که مقارن با ظهور ولی عصر است، علمی است الهی. ساعت رو عرض میکنم نه شرایط رو. ساعت و لحظه، یعنی این که به تعبیر شما مثلا یک فلان باشند، مانند علم قیامت است. همونطور که ساعت قیامت رو فقط خدا میداند و عنده علم الساعه، همونطور که خدا فقط عالم به قیامت است، زمان ظهور امام زمان رو امیرالمؤمنین هم لحظه و تاریخ اون رو بی‌فرمانده میدانم. پس اینکه گاهی بعضی چیزها از زید و عمری میشنوید از این طرف اون طرف، گوشتون به این حرفا نباشد. به دکانداران توجه نکنید، متاعتون رو از خانه وحی بخرید و سخن رو از سرمنشأش بگیریم، نه از اونها که با این عناوین مهدویت و امثال اینها دنبال دفتر و دستک برای خودشون هستن. گفت که امام فرمود که من فمن مسئول عن بعلم من السائل، لکن، حالا مقداری که حد الهی و محدود اوست پایین میایم من شروع میکنم. لکن لذالک علامات، من نشانه های اون رو برای تو میگویم. خداوند در قرآن هیچگاه زمان قیامت رو فرمود؟ نه، اما همیشه چه میگوید؟ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، نشانه های قیامت. امیرالمؤمنین هم به سنت الهی عمل میکند، فرمود لذالک علامات، علاماتی دارد. و حیات یتبع بعضهم بعضا، و یه هیئت‌ها و شکل‌ها و پدیده‌هایی پیش می آید که یکی بعد از دیگر محقق میشه که اینها میشن علائم ظهور، علائم ظهور دجال، علائم حضور ولی عصر، امام زمان و فرج برای بشریت و جهانیان. و ان علامت ذالک، از اینجا شروع می‌کند. عرض کردم خدمت عزیزان در اول سخن، این علائمی که میخوانیم، بعضی از اینها الان من خوام شروع کنم این بحث رو و این روایات رو ترجمه کنم، خدا میداند برای خود بنده خیلی دشوار است. یعنی بعضی از اینها
فوق العاده غم انگیزه که انسان می‌بیند بشریت در چه بستری قرار گرفته است و به کجا سیر می‌کند، چه وادی رو طی می‌کنند انسان‌ها، چه چیزی برای اینها مقصد و مطلوب و منتها الیهشون هست. به تعبیر اون آقا پایان تاریخ اگر بگوییم این عصر و زمان رو، به تعبیر آقای فوکویاما، این چیز، این پایان تاریخ، این چه تصویری از این میتوان ارائه کرد؟ فرمود ازا، نشانه ها اینطور آغاز میکند امیر، ازا امات الناس الصلاة، هنگامی که مردمان نماز را میمیرانند، یعنی رشته اتصال با خداوند که نماد اون صلات است، بیروح می شود در جامعه، روح می رود، مانند مردگانی خواهد بود. این پدیده های مرده شکل مرده پیدا می کند. اذا امات الناس الصلاة و اضاعوا الامانه، به هنگامی که عنصر امانت در جامعه اضاعه می شود، محو می شود، از میان می رود. انسان ها کمتر امانت دارند و امانت دار یکدیگر و خداوند نخواهند بود. و استحل الکذب، دروغگویی مباح می شود. نفرمود مردم دروغ می گویند، فرمود و استحل الکذب، کذب رو حلال می کنند، یعنی مجوز برای دروغ گفتن صادر می کنند، موافقت اصولی دروغ می دهند که بگو دروغ اشکالی ندارد. و استحل الکذب و اکل الربا، و رباخواری شایع می شود. و شید البنیان، و محکم هم می کنند پایه اون را. و با دین به دنیا، مردم می فروشند دینشون رو به قیمت خریدن دنیا. اون چه امیرالمؤمنین دارن میفهمن نشانه های کره زمین است، یعنی نشانه های منطقه عربستان، عراق، اروپا، شرق آسیا نیست. این یه نشانه یه منطقه رو امام نمیفرمند، کل جهان بشری رو دارد امیرالمؤمنین ترسیم میکند در آستانه ظهور، یعنی مقدماتی که فراهم میشه تا خود ظهور. این وضعیت فرهنگی جامعه است، این وضعیت اقتصادی است، این وضعیت سیاسی است. امیرالمؤمنین یک شک اینها رو ترسیم میفرماد. و استعمل السفها، سفیهان به کار گمارده میشوند. و شاور النساء، پاره از اموری که شاید در محدوده زنان نیست به زنان واگذار می شود و اونها میشن مشاوران اون کار. و قطع الارحام، مسئله ارحام معنایی ندارد، قطع رحم شکل می گیرد در بین انسان ها. و تبع الاهوا، کشش به پیروی از امیال نفسی مشاهده میشه. ببینید تبعیت از هوای نفس مشاهده می شود. و استخف الدماء، خون کم ارزش میشه، خون کم بها می شود. یعنی آدم می کشند مانند به تعبیر ما آب خوردن. یعنی اخبار رو نگاه میکنید، میشنوید در بعضی از کشورها، در بعضی از جوامع بشری میبینید با تک تک ثانیه آمارها مقابله میکنن. هر 5 ثانیه یک انسان در فلان شهر بزرگ کشته میشود، یه خون ریخته میشه. رو سطح کره زمین نگاه میکنید، واقعا زمین سرخ شده است در این عصر و زمان ما از خون انسانها، بسا انسانهای مظلوم. و استخف الدماء و کان الحلم ضعفا، انسان ها اگر حلم دارن یا حلم دارن، صبوری به عنوان یه ضعف محسوب می شود. یعنی انسان هایی که صبورن میگن اینها ضعیفند، انسان های ضعیفی هستند. و ظلم و فخرا، اگر کسی ظلم می کند احساس فخر می کند، احساس سیطره می کند. و کانت الامراء فجره، نوعا حاکمان و حکومت ها فاجرانند. و کانت الامراء فجره، 200 کشور روی دنیاست. وقتی نگاه میکنید خیلی از این کشورها رو، بالاخره همان به که دیگه وارد جزئیات نشیم. و الوزراء ظلمه، اون کسانی که معاونان این رئیس جمهورها
و این رؤسای حکومت ها هستند، اینها هم فکرهای اینها هستند، برخواسته از یه نهله، یه گروه سیاسی، یه فکر، مسیرشون هم زرمداری و زورمداری. و کانت الوزراء ظلمه. پشتوانه های فرهنگی و فکری نوع این جوامع هم والعلماء خونه، عالمان و صاحبان فرهنگشون هم خائنان به ملتند، خائن به فکر و اندیشه ملت خودشون هستند. والفقراء فسقه، طبقات ضعیف